سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزیز. دو پیام دارم به ملت شریف افغانستان و تاجیکستان و در عموم به تمام امت اسلامی. پیام اول این تبریکات ایدی است که دعا میکنیم پروردگار در این ماه شریف رمضان تمام گناه های ما را بخشیده باشه و تا رمضان دیگر ما را عافیت نگه داشته باشه. پیام دیوم که باشه تسلیت است. اولا تسلیت خود به تمام خانواده شهدایی که در مرز با قرغیز به شهادت رسیدند. تسلیت خود به آنها میرسانم و تمنای او را دارم که الله ذوالجلال و الاکرام، الله متعال اون شهیدا را در جنت الفردوس قرار داده باشه و باقی مانده خانواده اهل بیت اونها را صبر جمیل عطا کرده باشه. پروردگار باشد که با سبب این صبر و تحملشان جنت الفردوس هم برای خانواده این شهدا نصیب کرده باشه. واقعا ما دیدیم که جوانا تا قطره خونی آخرین، تا نفس آخرین از مرز و بوم وطن حفاظت کردند. خداوند غریق رحمتشان کنه و جنت الفردوس نصیبشان کرده باشه. تسلیت دوم به مردمی که در این 2-3 روز اخیر در این آفت‌های طبیعی شهید دادن، خداوند اونا را غریق رحمت کرده باشه و به خانواده اونها صبر جمیل عطا کرده باشه و باشد که اونا را به سبب صبر کردنشان در این مصیبت ها جنت الفردوس نصیب کرده باشه. تسلیت و همدردی ما را قبول بکنین برادران و خواهرانی که نزدیکان یا عزیزانی را از دست دادین و اینچنین به مردم شریف افغانستان که یک چند روز اخیر تعداد شهداش خیلی بالا میره و تسلیت میگم به تمام مردم شریف افغانستان. واقعا متاسفانه ای است که اگر ما هر روز به این ملت شریف افغانستان اگر ما تسلیت بگیم حال هم کم است، چون که واقعا اونا هر روز دارن شهید میتین و تسلیت ما به تمام امت اسلام برای شهدایی که در فلسطین در قدس در چند روز اخیر دادن. همه شما را به این شهدای که در قدس جان خود را از دست دادن تسلیت میگم و همدردی ما را قبول بکنید و دعا کنید که خداوند اونا را جنت الفردوس نصیب کرده باشه و هر چیز زودتر حق به حق و ناحق به ناحق نابود بسازه خداوند ذوالجلال. و در آخر ای را گفتنی هستم که عیدی رمضان آمد و ماهی رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. خداوند همه ما و شما را در حفظ و امانش نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.